اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. سلامت و تأجیل در فرج حضرت صلوات اهدا بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب بحثی که داشتیم در باب سیره سیاسی اهل بیت علیهم السلام، خب یه فاصله خیلی زیادی افتاد. آخرین جلسه ما تقریبا یکی دو روز آخر ماه رجب بود و تقریبا یه 40 روزی فاصله افتاد بین کلاس ها. لذا من به ذهنم آمد یه دوره خیلی کوتاهی از مباحث قبلی رو من بگم محضرتون تا برسیم سر بحث، انشالله بحثش رو بکنیم. خاطر شریفتون باشه عرض کردیم یه نقدی برخی از بزرگواران به این کتاب انسان 250 ساله میکنن و اون این که انسان 250 ساله که خود آقا تصریح میکنن از دوره امیرالمومنین علی علیه السلام شروع میشه تا خدمت شما هست که امام حسن عسکری و زمان غیبت صغرا، و در خود همین کتاب هم این بیان آقا ذکر شده. خب چرا دوره آقا رسول اکرم رو این بزرگواران ذکر کردن و اضافه کردن و اون انسان 250 ساله در واقع نیست و اون زمان رسول اکرم هم به این زمان اضافه میشه؟ سلام علیکم. جوابی که عرض کردیم این بود که حالا وارد بحث رسول اکرم بشیم اونجا تصریح خواهیم کرد که با توجه به اینکه پیغمبر این مسیر سیاسی رو شروع کرده بودن و اساساً اهل بیت این مسیر و سیره سیاسیشون به خاطر این بود که اون اهداف رسول الله به نتیجه نرسید، لذا برای به نتیجه رساندن اون فرایند تکمیل سیره سیاسی رسول الله هست که انسان 250 ساله شکل میگیره. این نکته اول دست شما درد نکنه. این نکته اول که نقل به این کتاب بود. نکته دوم که حالا نکته وار اگر عرض کنم تون نکته دوم این بود که منظور از مبارزه سیاسی که داریم میگیم چیه؟ منظور مبارزه مسلحانه است؟ دیدیم نه، اهل بیت اصلا مبارزه مسلحانه به هیچ وجه وارد نشدن مگر در دوره آقا امام حسین علیه السلام که باز مبارزه مسلحانه با حکومت نبود سلام رحمت الله، مقابله با در واقع دفاعی بود نسبت به اون تعرض مسلحانه. مبارزه سیاسی بیشتر در قالب به کلام امروز که بخوایم راحت‌تر اینو بیان بکنیم بحث جهاد تبیین بود، روندی که اهل بیت علیهم السلام داشتن و عرض شد که تمام کارهایی که اهل بیت علیهم السلام انجام میدادن همه در سیر ایجاد یک حکومت اسلامی بود. امروز بحثی با برخی از دوستان طلبه داشتیم که الحمدلله موفق به تبلیغ بودن و بحث جهاد تبیین رو خیلی جدی مطرح میکردن. تصور شده بود تبیین معارف اهل بیت علیهم السلام مثلا فرض کنید حتی بیان احکام جزء جهاد تبیین نمیشه. جهاد تبیین منحصر است سلام رحمت الله، جهاد تبیین منحصر است در مسائل سیاسی و بیان نکات سیاسی، در صورتی که این چنین نیست. جهاد تبیین حالا جالبه، من اینجا از رو براتون خواهم خوند جلوتر چون میخوام چند تا نکته بگم. آقا همین صفحه 22 من از رو میخونم اینو. از آقا میفرماد نگاه کنید در کلمات ائمه علیهم السلام، میبینید آنچه که گفته شده در موارد بسیاری ناظر به آن چیزهایی است که به نام اسلام علما و فقها و محدثین وابسته به دستگاه‌های حکومت و دربارهای سلطنتی گفته بودند، آنها را رد می‌کردند و حقایق را بیان می‌کردند. به این تعبیر این که اصلا کار اهل بیت تبیین حقیقت بوده. اینو تو گوشه ذهنتون نگه دارید. من در دوره رسول اکرم بیشتر سرش مانور خواهم داد، ولی اساسا تمامی اهل بیت دنبال این بودن که تصویرها و تفسیرهای حکومتی و سلطنتی از مبانی اسلام رو رد بکنن و بیان اون آنچه که حقیقت اسلام است بیان بکنن. بعد آقا میفرمان این یک هدف اصلی و بزرگ برای ائمه که تبیین احکام اسلامی بود. پس تبیین احکام درست اسلامی خودش جزء جهاد تبیینه. ما جهاد تبیین رو منحصر در مسائل سیاسی نداریم. بیان معارف اهل بیت علیهم السلام خودش جهاد تبیینه. البته باید دین رو به شکل پازل دید. نکنید ما دینمون احکام فرعیه شرعیه دارد. خب خیلی خوب. بحث مباحث اخلاقی و خانوادگی و سبک زندگی دارد. بحث اعتقادات دارد. بعد اون وقت سیره سیاسی دارد. شما اینها رو وقتی با هم نگاه میکنید اون وقت میشه اسلام ناب و اسلام کامل.
ما گاهی اوقات مواجه میشیم با مجموعه‌ای که میبینیم در مباحث سیاسی بسیار اینها مسلطن و تحلیل‌های بروز دارن. تحلیل‌های بروز، دقت کنید چی دارم عرض میکنم. ولی متاسفانه تدین این افراد دچار خدشه است. یعنی این بنده خدا هنوز ارتباط با همسرش مسئله داره. خب من یه سوالی دارم، این آدمی که به جهت مسائل سیاسی روز مسلطه، اگر مسلمان هم نبود، اگر بر مبانی اسلام هم پیش نمیرفت، فرقی میکرد با اینی که الان داره بیان میکنه؟ نگاه میکنیم میبینید نه، هیچ فرق نمیکنه. این مسلمان باشد یا نباشد، مواضع سیاسیش یه مواضعی است که مرتبط است و فعلا منطبق با شماست. کما اینکه این آقای امید دانا تا این مدتی همینطور بود و خیلی بچه حزب الله جذبش شدن. اینجا نقطه قوت اون تحلیلگر اسلامی است که حواسش باشه این تحلیلای ایشون فعلا مطابق با مباحث اسلامی میشه و فعلا ایشون معلوم نیست بر اساس ایشون معلوم که نیست، نه تصریح میکرد که اصلا بر اساس مبانی اسلام نیست. کجا خودشون نشون میده؟ سر بزنگاه که اسلام میگه هدف وسیله رو توجیه نمیکنه، اینا میگن هدف وسیله رو هم توجیه نمیکنه، توجیه میکنه و همینطور پیش میرن. لذا حواسمون باشه ما جهاد تبیین رو منحصر در مسائل سیاسی ندانیم. مسائل سیاسی یک بخشی از پازل اسلامه. باز از متن آقا این رو خدمتون عرض خواهم کرد. این نکته اولی که آقا میفرماد اهل بیت این اولین کارشون. کار دومی که میکردن خاطرتون باشه عرض شد که کسانی که دنبال این بودن که جامعه رو دچار تفرقه بکنن، اهل بیت به شدت با اینها مبارزه میکردن و ایجاد وحدت میکردن. بعد آقا میفرماد این کار یک کار سیاسی است. در حقیقت ائمه یکی از قلم‌های درشت فعالیتشان این بود. خیلی جالبه ها. یکی از فعالیت‌های قلم درشت اهل بیت ایجاد وحدت در بین مسلمین و جامعه اسلامی بود. خب این هم میشه جهاد تبیین. یعنی اگر شما میرید در یک منطقه‌ای در محل خودتون، بین خانواده خودتون، بین اطرافیان خودتون، در محله خودتون، در شهر خودتون و همینطور بیاید بالاتر در دانشگاه خودتون، ایجاد وحدت میکنید بین مسلمین، بین نگاه‌های مختلف سیاسی که آقا هدف یک چیزه و اون مبارزه با استکباره، ولی خب حالا با نظرهای مختلف میتونیم در کنار هم باشیم و کار رو پیش ببریم. این یکی از فعالیت‌هایی است که میشود اون رو به عنوان یک فعالیت سیاسی اهل بیتی بیان کرد که حضرت آقا هم تابع همین نگاهن. خب نکته بعدی که انجام میدادن خدمت شما عرض شود که البته این یادکار بخونم بعد اون کار بعدی رو بگم که تقریبا مهمترین کار اون کار بعدی است. آقا میفرمان که هزاران حدیث را بعضی از محدثین بلد بودن، مخصوصا مکه و مدینه و کوفه و بغداد و اینها هم نبود. خیلی نکته دقیقی ها. آنچه بیان نمیشد تفسیر و تبیین درست اسلام در همه شؤون و امور جامعه اسلامی بود که ائمه میخواستن جلوی این را بگیرن. اما الان مواجهیم دوباره با همین دیدگاه. خیلی نرم دارن میان در مسائل اسلامی، فقط از روایات، تک روایات استفاده میکنن. خب طبیعتاً چون مرض و غرض هم پشتشه، یک روایت رو بیان میکنن، هزاران روایت دیگر رو بیان نمیکنن و با اون تک روایت میگن که خب این مسئله فرعی فقهی اشکال رو داره. یه مثال عرض بکنم. ایوه من کیفمو نیاوردم. ماژیکم که نیست الحمدلله. خیلی اگه زحمتی نیست بله ببخشید. من همیشه ماژیک پیشم تو کیفم، کیف نیاوردم. جالبه شما نگاه میکنید الان توی فضای مجازی یه آقای جوانی یه مسئله در مورد خمس مطرح میکنه و یه روایت دیگه‌ای وجود داره اونو نمیگه و اون روایت خودش رو مستند میکنه به وجود نازنین حضرت ولی علیه السلام. درست هم است روایت، ولی تفسیرش این چیزی که این آقا برداشت کرد نیست. ما روایت داریم اگر کسی اهل خمس نباشه، حضرت ولی علیه السلام خودشون میفرمان در نامشون به چیه یادم نمیاد که اولش امری، اون که دومش یادم سعید امری اگر اشتباه نکنم، در یک از نامه‌های خودشون به یک از نواب اربعه میفرمان ملعون است کسی اصلا حق ما رو میخوره، کسی که اموال ما رو از مال خودش پرداخت نمیکنه. خب این روایت رو بیان نمیکنه، بعد اون روایتی رو بیان میکنه که میگه اهل بیت علیهم السلام حلال کردن خمس رو بر شیعیان. خب این یعنی چی؟ این دو تا باید بذارید کنار هم با هم بفهمید. حالا دقت بفرمایید اون بیان ظاهرش چیه؟ یه مسئله فرعی فقهی، اما نتیجه کجاست؟ نتیجه پشتوانه مالی بحث‌های فرهنگی حکومت رو تحت تأثیر داره قرار میده. کنید برد سیاسی است در یک مسئله فرعی فقهی. شما چجوری باید مسئله رو حل کنید؟ هیچی، اسلام حقیقی رو بیان کنید. اسلام حقیقی میگه این روایت درسته، روایت دیگه هم از که خود حضرت لعن کردن کسی که اهل خمس نیست. بعد منظور از اون روایت چیه؟ منظور از اون روایت اینه.
یکی از نکاتی که وجود داره اینه. خمس مسئله شرعیش اینه، من اگر همین امروز یک درآمدی پیدا کردم واجب است بر من همین الان خمس رو بدم. اهل بیت علیهم السلام برای اینکه شیعیان دچار گرفتاری نشن بنابر مرحمت خودشون خیلی متشکر، دست شما درد نکنه، اجازه فرمودند که ما تا 1 سال از اون مال استفاده بکنیم و انتهای 1 سال اگر مالی اضافه ماند خمس رو پرداخت بکنیم. خب اینو به عنوان این مسئله کارگاهی عرض کردم محضرتون. توی مسئله فرعی فقهی که داره خلاف آنچه که صحیحه بیان میشه، حالا من این پاسخو دادم، آیا این جهاد طبیعی نیست؟ قطعاً هست و جزء کارهایی بوده که اهل بیت علیهم السلام هم انجام میدادن. این هم یکی از کارهای بعدی که مهمتر از همه است تبیین مسئله امامت بود. خاطرتون باشه اینا رو عرض کردیم که سردمدار این نکته و این مدل حضرت زهرا سلام الله علیها است که وقتی خلافت رو یه عده غصب کردن، حضرت زهرا 2 تا کار انجام دادن. 1 تبیین خصوصیات امام و امامت، 2 تبیین خصوصیات غاصبین و کسانی که جلوی امامت میستن که خود مردم این رو یعنی پیدا بکنن و مسئله رو متوجه بشن. خب این دیگه از این واضح‌تر چجوری میشه کار سیاسی کرد؟ آقا میفرم؟ بله؟ مورد دومی میشه 2 تا کار. متن جالبه، متن 250 ساله هم هست. من این کاری که دارم در مورد زهرا عرض میکنم شاید نزدیک 10 سال پیش انجام دادم. 10 سال نه ببخشید کمتر از 10 سال. همون سالی بود که حاج قاسم شهید شد، یه هفته 2 هفته بعدش فاطمیه بود تقریبا. من اینو اونجا آماده کردم، بعدها متن شد آدم دقت نداره دیگه. متن 250 ساله رو که باز کردم دیدم عین همین چیزی که ما در تو روایت من پیدا کردم، یعنی گشتم پیدا شد، منم پیدا نکردم، لطف خدا بود. بعدم که آقا دقیقاً همون 2 تا نکته رو بیان میکنن. میخونم از رو میخونم ان شاءالله برای جلسات بعد به فکر کتاب باشید، حداقل پی دی افش رو ان شاءالله داشته باشید که با ما همراه بشید. این بزرگترین خطر برای عالم اسلام بود که مسئله امامت. لذا ائمه لازم می‌دانستند 2 چیز را به مردم بگویند. یکی این که بگویند امام دارای این شرایط است، یعنی تبیین شرایط امامت و اون روایت شریفی که محمد و علی ابوا هذه الامه اینجا مطرح شد. بعد حضرت در اونجا بفرمایید حضرت زهرا سلام الله علیها در اونجا می‌فرمایند که امام خصوصیتش اینه که اگر سراغش بدی کجی‌های شما اصلاح میشه، راه صحیح پیدا میکنید، خیر دنیا آخرت یعنی بهتون میرسه و امثال اینها. پس اولین نکته‌ای که حضرت زهرا انجام داد و بقیه ائمه علیهم السلام فرق نمیکنه در مسئله امامت، 1 تبیین صحیح و دقیق امامت، 2 بخونن بعد بگم، دوم مشخص کنن آن کسی که دارای این خصوصیات هست امروز چه کسی است. حضرت زهرا یک کاری این وسط دارم اونو عرض میکنم، خصوصیات دشمن رو هم بیان میکرد. خیلی جالب بود برای من که تو روایت میگشتم. خصوصیات دشمن هم اینه، شیطان اینه و کسایی که تابع شیطانن اینه. حضرت زهرا این مدلی ورود میکرد که مردم شناسایی کنن امام رو. و نکته اصلی و جدی اینه، خب امروز این خصوصیات رو چه کسی تطبیق میکنه؟ خب این یکی از مهمترین کارهای سیاسی و تبلیغات و تعلیمات سیاسیه. به ذهن قاصر حقیر من چند جا عرض کردم این میاد که سیاسی تر از حضرت زهرا در میان اهل بیت علیهم السلام حداقل من به ذهن ندارم فعالیت‌های سیاسی متنوعی داشته ایشون، خیلی متنوع. یه موقعی حالا نمیدونم کی قسمت بشه توفیق باشه، احتمالاً نمیدونم امسال بتونم تو انسان 250 سال از زهرا رو برسم یا نه، چون تو ساختار ممکنه من نرسم امسال، ولی یه موقعی اگر توفیق شد مفصل عرض میکنم که چندین کار متنوع رو حضرت زهرا انجام دادن که بتونن این مسئله امامت رو و اون جهاد سیاسیشون و جهاد تبیینشون رو به صورت جدی انجام بدن. خب این تا اینجای بحث که من دارم خلاصه میگم و بزرگوارانی که اخیراً خدمتشون رسیدیم دارم یه خلاصه از جلسات گذشته میگم که بتونم وارد بحث امروز بشم. خب این تا اینجا یه صلوات نعت بفرمایید. دو سه نکته بگم و انشاءالله وارد بحث فصل اول که پیامبر اعظم است و شاید بگیم کلیدی ترین بحث از مباحث ما بحث پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله است، چون پایه‌ای است برای رفتارها و کنش‌هایی که اهل بیت علیهم السلام بعد از ایشون ادامه دادن. ببینید این نکته آقا که اینجا بیان میکنن خیلی دقیقه. آقا میفرماد اونهایی که با ائمه ما مخالفت میکردن دعوایشون بر سر داعیه حکومت ائمه بود.
عرض کردم محضرتون بعضیا پاسخ شبهه رو بلد نیستن، اصل مسئله صحیح رو میزنن زیرش. واقعا امام حسین دنبال تشکیل حکومت بود و دعوا سر حکومت بود، چون تا زمانی که حکومت اسلامی شکل نگیره شما اصلا امکان اجرای همه احکام اسلامی رو ندارید. آقا قشنگ میفرمایند اگر ائمه داعیه حکومت نداشتند ولو علوم اولین و آخرین را هم به خودشان نسبت میدادن. اگر بحث قدرت سیاسی نبود، داعیه قدرت سیاسی نبود، هیچ گونه تعرضی نسبت به آنها انجام نمیگرفت، لااقل به این شدت انجام نمیگرفت. اصلا مسئله این است. دقت بفرمایید خود حضرت زهرا سلام الله علیها، خب اگر ایشون در بحث فدک ورود نمیکرد کسی متعرض حضرت زهرا نمیشد. اتفاقا به نام بنت رسول الله ایشون رو خیلی تقدیس و تمجید هم میکردن. یا تو داستان ابی عبدالله علیه السلام، ابی عبدالله 5-6 ماه قریب به 5-6 ماه با کم و بیشش توی مکه بود، خدمت آقا میرسیدن دستبوسی، کسی با مثلا کاری نداشت به اون شدت. فهمیدن که حضرت میخواد قیامی بکنه، آرام آرام در خود مکه شروع کردن توطئه کردن. مسئله اتفاقا مسئله حکومت است که اینها میخوان حکومت اسلامی و الهی تشکیل بشه. مستکبر و مستعمر دنبال این است که حکومت اسلامی شکل نگیره و سود خودشو ببره. بعد آقا میفرمان بفرمایید لذا شما میبینید در بین دعوتها و تبلیغات ائمه علیهم السلام روی کلمه امامت و مسئله امامت حساسیت بسیار بالایی است. این خیلی نکته شفافی است. در جای امام صادق علیه السلام فرمود ایها الناس ان رسول الله کان الامام و تعابیر این چنینی. خیلی خوب، من یه جنبندی از خودم عرض بکنم، نکاتی که حالا جنبندی این فصله ان شاء الله شروع بکنیم. ببینید در زمان ما هم برخی از آقایون فرقی نمیکنه امام به سر باشد یا نباشد، اگر کسی متعرض نظام اسلامی بشه هیچ توصیه و نصیحتی ندارند. حالا اگر یه نفر فاسدی توبیخ بشه، تنبیه بشه، از مبانی اسلام میخوان اثبات کنن که آقا حد که مؤمن کردی. عنایت فرمودید شبیه اینو کجا داشتیم؟ شبیه اینو شما در عمرو ابن عبید میبینید، در اسمایی که آقا میفرماد، حسن بصری میبینید، ابن شبرمه میبینید و اونایی که میشناسید در خواجه ربیع میبینید. اینا رو در اون میبینید. کاری نداره سر حسین جدا بکنن، امام حسن شهید کنن، امیرالمومنین به شهادت، اصلا عین خیال جمعی. اینا اصلا براش مسئله نیست. این نکته مهمی است. بعضیا هر کی دنبال جمع مرید و جایگاه اجتماعی در زمان فعلی یه لغت به نظام میزنه که بالاخره یه فیضی برده باشه. البته به این معنی نیست که نقد نکنیم. نقد با دوگانگی رفتار فرق میکنه. آدم نقد میکنه پاشم وای میسه مسئله رو اصلاح میکنه. ناقد منصف نقد که میکنه راهکارم ارائه میده. ناقد غیر منصف فقط میخواد لغت بزنه. بعضیا ما میبینیم رفتار دوگانه دارند. یعنی شما نظام رو بالا و پایینش رو ببندن به هم، پرچم ابی عبدالله رو 88 بریزن، آتیش بزنن، این خیالشون ککشون هم نمیگیزه، جیک هم نمیزنن. حالا کافیه یه طلبه‌ای توی بیمارستان یه تذکری بده، از تمام مبانی اسلام استفاده میکنن که آقا شما یه کار غلطی کردی، اصلا بیجا کردی، تذکر اجاب دادی. خیلی دوگانگی رفتار عجیبی است، خیلی عجیب و غریب. بعد از اینکه این مقدمات تمام شد وارد بحث بشیم. یه سوالی در ذهن ما باید شکل گرفته باشه تا الان. اگر بخواد کسی عالم دین بشود از چه مسیری باید تبعیت کنه؟ با این توضیحات طبیعتاً مسیر اهل بیت علیهم السلام، که شما اولا اسلام حقیقی و حقیقت عالم رو به دستتون بیاد. خب حالا سوال، آیا می شود، ما یه مشکلی که داریم اینه، آیا می شود به تعبیر حضرت آقا گزینشی عمل کرد در اسلام؟ اسلام نیست و الا میشیم یؤمنون به بعض و یکفرون به بعض. اصل تشکیل حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی، بر این اساسه که به عنوان وظیفه شرعی و عقلی یک مسلمان بیاید احکام اسلامی رو اجرا کنه. و خود آقا تصریح میکنه، میگه خیلی اوقات هم، یعنی ما خیلی هم تا اینجا موفق نبودیم، ما شروع میکنیم. این بیان خود آقا حضرت آقاست، بیان خود حضرت آقاست که ما خیلی راه داریم تا به اون صد برسیم. ولی من نکتم اینه، از این صد یکیشو شروع کردیم، بله الحمدلله، تلاش میکنیم برای بقیه‌اش.
انجمن حجتیه و اینا میگن نه ما همون 1% هم نمیخوایم ایجاد کنیم. یادتونه در مورد انتظار علائم محور و شرایط محور نکاتی عرض کردیم؟ این همونه. ما نگاهمون شرایط محور است، میدویم هر چقدر بتونیم ایجاد کنیم، بقیه‌اش ان شاءالله با خود حضرت ولی علیه السلام. بعضی از ماها هم داخل پرانتز بگم بدون هیچ تعارفی یؤمنون به بعض و یکفرون به بعض هستیم. من اینجا نیومدم که تعارف بکنم با کسی، من اینجا حرف حق رو بزنم. حرف حق یه جایی علیه خودم باشه، خب باشه. حرف حق رو باید زد و ان شاءالله بعداً تلاش بکنیم که اجراش بکنیم و تبعیت بکنیم. ببینید ما اسلاممون عقاید را دارد، اخلاق را دارد و احکام. اینها خیلی خلاصه میگم چون تعبیر روایی اینه دارم میگم. این سه تا مکمل همن. امکان ندارد کسی اخلاق مراعات کند بگه این مسئله حکم شرعی رو نه، این مسئله عقاید نه، یا بالعکس این اصلا مسلمانی نکرده. مسلمانی به کار جامع. بعضی از ماها به اسم عدالت خواهی گاهی اوقات حرام بین انجام میدیم. به تعبیر حضرت آقا اگه شما آقا میفهمه حرام بین. آقا امروز میگه، چند بار عرض کردم حضرت آقا امروز قبل از انتخابات مجلس میگه آقا جان تخریب نکنید. چه کار کنید؟ تبیین خصوصیات اون نفری که شما میگید آدم موفقی است اون رو بکنید، تخریب نکنید. بعضی از بزرگوارانی که این مشکل رو دارن یعنی چی؟ یعنی جهاد تبیین را فقط در مسئله سیاسی میدانن و به تعبیر خود آقا، این تعبیر آقاست، پیوست اخلاق بهش نمیزنن و حالا این تعبیر حقیقی، پیوست احکام شرعیه بهش نمیزنن، شروع میکنن تخریب رو. کی؟ به فاصله 1 الی 2 روز از صحبت ولی. این کجاست جهاد تبیینه؟ این آب خوردن آبرو میبرن. یه جایی توی دانشگاهی در مسئله، چون نمیخوام هی مراقبم اسم نبرم ولی ان شاءالله خودتون متوجه میشید دیگه، خواهشاً نه اسم ببرید نه از من بخواید که اسم ببرم که من بتونم راحت حرف بزنم. اسم بیاد من همونجا کار تمام میکنم. برخی از آقایون گیر دادن به داماد یک کاندیدایی که این رفته فلان کشور چرا خرید کرده. بعد گفتیم که خب آقا من یه سوالی دارم. اولا که ما با این آقا اصلا کار نداریم، اصلا برای ما مهم نیست. من مدل رفتاری اسلام رو کار دارم. من میگم این آقا یه کاری کرد، خیلی خوب، دامادش غلطی کرده، این که موافق اون نیست. خب چه گیری دارید به این آقا؟ چرا اینو تخریب میکنید به اسم این داماد؟ اولا باید مستند باشه، بعد بره دادگاه، بعد تثبیت بشه، دادگاه حکم صادر کنه. بعدن یادتونه توی جلسه حضرت آقا دارن صحبت میکنن، دانشجوها بلند میشن میگن که مفسد اقتصادی اعدام باید گردد. دیدید اینو؟ برید ببینید. آقا همونجا میگه صبر کنید ببینید. از کجا میگید؟ این باید بره شکایت بشه، دادگاه بره، حکم صادر بشه، بعد معلومه نیست حکمش همین باشه. یعنی آقا هر لحظه پیوسته اخلاق و احکامش باهاشه تو تمام رفتارهاش. اینجا مصداق دارم، میخوام کارگاه باشه. من شخص برای من اهمیت نداره، بینی و بین الله اهمیت نداره. حالا بخواد قبول کنید بخواد نکنید، ولی برای من اهمیت نداره. من میخوام کارگاهی بریم. این آقا رو دامادشو گیر دادن. خب تخریب شخصیت اولا باید میرفت تثبیت میشد و ثابت میشد. خیلی خوب، بر فرض ثبوت به این شخص چه ربطی داره؟ میدونی چی من گفتن که آجا خب این آدم پس جلو دامادشو نمیتونه بگیره تو کشور، جلو خیلی دیگر هم، پس هیچ مسئولیتی در نظام اسلامی نباید داشته باشه. خیلی خوب، گفتم پایبندید به این مدلتون؟ گفتن آره. گفتم خیلی خوب، بیاید اینجا. حضرت نوح علی نبینا و علیه السلام فرزند خودش یه غلطی کرد، غلط بزرگ، کفر خالص، نه یه خرید، کفر خالص، کفر خالصی که گردن فرازی است در مقابل خدای متعال. گفت میرم بالا کو که هیچ اتفاقی برای منم نمیفته. خب سوال، با مدل شما بریم به حضرت نوح دیگه خدای متعال نباید مسئولیت بده، اتفاقا مسئولیت هدایت بشر رو میده. لذا اگر نقد دارید، نقد درست درمون باید توی پازل و به قول آقا با پیوست اخلاق و احکام. یا من چرا باید حرام بکنم بابت کار یک نفر؟
من کار سیاسیم اساساً برای اینه که به خدا برسم. من کار سیاسی تنها ندارم. کار سیاسی من در راستای چیه؟ سیره سیاسی اهل بیت. خب سیره سیاسی اهل بیت علیهم السلام کجاش توش یه دونه حرام پیدا میشه؟ کجاش یک تخلف شرعی اتفاق میفته؟ کار سیاسی صرف به هیچ درد من نمیخوره. من باید توی پازل دین کار کنم. ما اینا رو داریم میخونیم که یاد بگیریم اگر یک روزی با طرف مقابلم که هیچ علقه‌ای ندارم و اتفاقا او دشمن من است و به تعبیر روایات خصم من است، میخوام با اون مواجه بشم بر اساس موازین دینی. کسی هست تو اینجا اخلاقش با ما نگذرونده باشه؟ من خواهشم بزرگوارانی که یه لحظه یه صلوات بفرستید. خیلی خوب. پس اونهایی که تو فضای اخلاق اجتماعی یادمه تو فضای اخلاق اجتماعی یادتونه اونایی که بودن، من یه حق، اولین حقی که به عنوان مثال تو اخلاق اجتماعی گفتم خاطرتون باشه حق خصم بود. حق خصم چی بود؟ این بود که اگر شما با یک دشمنی، با یک کسی که با او دعوا داری رفتید دادگاه هستن، او یه طرف شما یه طرف، حق او برگردن شما در موازین اسلامی این است که اگر میدانی کلام او درسته و صحیحه و تو داری نابجا حرف میزنی عقب نشینی کن و حرف او رو بپذیر. این دیدگاه اسلامه. این دیدگاه اسلام. به خاطر این میگم اخلاق اجتماعی نکاتی داشت که حالا مفصل دیگه ما اونجا خیلی مفصل عرایض رو تبیین کردیم، ان شاءالله مراجعه میفرمایید. اما بریم سراغ فصل اول، دوره پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله. اگر تا اینجا سوالی هست میشنوم، اگر نه شروع کنم. بفرمایید. در رابطه با همین بحثی که گفتید، حالا تاریخ هم داشتیم دیگه، این شیوهی که برای بحث تبیین بایستی پیش برد، خب ما روش اهل بیت رو دیدیم. حقیقتا خب الان به تاریخ نگاه میکنیم، حالا خصوصا تو زمان بعد از پیامبر، زمان حضرت علی، اصلا خود شیوه تبیین حضرت زهرا، این شیوه به نتیجه نرسید تو اون زمان. نمیگم که باید نتیجه محور بود و اینها، ولی خب مثلا ما اگر در زمان فعلی مثلا سر انتخابات بگیم ما به نتیجه نرسیدیم، کی گفته به نتیجه نرسیدن؟ اصلا اصل اول فرمایش اولتون نادرسته. نه، از فضای این که میگم مثلا مردم اون زمان همراه نشدن. کی گفته همراه نشدن؟ اصلا این برداشت نادرسته. تاریخ چند تا کتاب تاریخ مطالعه کردید؟ همین جل بلاغه و اینها مثلا همچین چیزی. به این تاریخ نمیگن. تاریخ یه دوباره خودش یه دنیای علمی است، علم خاصی است. با دو تا کتاب مسئله شما حل نمیشه. من خیلی کوتاه میگم. صلح الحسن دیدید؟ نه کتابو نه. صلح الحسن نه صلح الحسن، کتاب صلح الحسن. بلکه هست آقا ترجمه‌شون خوندی؟ خوندن کامل اگر اون خونده بودید کامل اونجا جوابتون رو دریافت می‌کردید. اتفاقا فرمای کار حضرت زهرا جواب داد. رابطه بحث نداره، فقط میخوام تاریخ ببینید، تاریخ مسلط بشید. یک، دو، مبانی رو برید تکمیل بفرمایید. حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی کار رو شروع کردند، اتفاقا اونجا ثابت کردیم وقتی ایشون کار رو شروع کردن جهاد تبیین اتفاق افتاد. من میخوام ورود به دوره حضرت زهرا نکنم، چون دوره‌ای است که زمان بر توضیحش یه فتنه بسیار بزرگی است که در طول تاریخ همچین فتنه دیگه غیر قابل تکراره، و اون فتنه‌ای بود که ارتد الناس بعد النبی الا ثلاثه. ارتداد یعنی بازگشت. 3 نفر که بودن برنگشتن. کیا بودن؟ کیا؟ خاطرتون مطالعاتتون؟ سلمان، ابوذر، مقداد، عمار نه. اتفاقا تو روایت داره که عمار لحظه‌ای لرزید ولی برگشت. سلمان به امیرالمومنین گفت آقا دارم میلغزم، همین رو با هم بیعت کن. تنها کسی که هیچ لحظه‌ای نلغزید مقداد بود. اینا نکته داره. یکی بگم تاریخ باید کار کنید، مبانیتون رو میزون کنید اینه. تنها کسی که هیچ جوره نلغزید مقداد بود. چراش دیگه طلب شما. میگم نمیخوام واردش بشم. توی همچین فتنه حضرت زهرا کاری کرد که بعد از 25 سال نتیجهش رو کی دید؟ علی علیه السلام. خلافت دست ایشون افتاد.
زمینه‌های جهاد تبیینی که در دوره علی علیه السلام اتفاق افتاد وارد دوره امام حسن شد. امام حسن مواجه شد با یه خبیثی به نام معاویه که شیطان اکبر بود. این شیطان اکبر شرایط رو دوباره فتنه آلود کرد و غبار آلود کرد. دوباره جهاد تبیین امام حسن جواب کار کرد، درست شد؟ ولی شرایط ایشون یه طوری بود، این ملعون طوری بود که هیچ جوره نمیشد مستقیم باش درگیر شد. لذا امام حسین علیه السلام که وقتی آمد، میدونید دیگه 10 سال با معاویه قیامی صورت نگرفت. بعد از 10 سال کربلا رخ داد. کربلا که رخ داد مردم شروع کردن به برگشت به اسلام حقیقی. اینجا برگشت صورت گرفت. بعد دیگه امام سجاد، امام صادق، امام باقر، همینطور اهل بیت عصمت و طهارت شروع کردن مبانی اسلام رو به شدت رواج دادن. دقت بفرمایید آقای جمله‌ای داره در صلح الحسن، حالا نمیدونم فرمایش خودشه یا مال شیخ آل یاسین رازی یاسینی هم چه اسمی داره یادم رفت الان. نویسنده و مال نویسنده است مال خود آقا میفرمان عاشورا بیشتر از این که حسینی باشد حسنی است. پس کار حضرت زهرا جواب داد. جواب دادن به معنای این نیست که همون لحظه. من اینو آماده کرده بودم برای اینکه جلوتر بگم، ولی چون متناسب به بحثه همین الان پخشش بکنم. ولی نمیدونم میترسم این ضبط قطع بشه. ضبط رو نگردم. من تو ضبط میگم که اگر بزرگواری صوت و گوش داد بدونید چی رو میگم. حضرت آقا در لعنت بر دل سیاه شیطون، روز اول نوروز سخنرانی که کردن این مسئله رو تذکر دادن. من برای شما الان صوتشو پخش میکنم. آقا خاطرتون هست گفتن که مردم به حضرت موسی گفتن آی موسی ما قبل تو هم شکنجه میشدیم بعد تو هم شکنجه میشدیم. خب این چه وضعشه؟ بعد حضرت موسی یک فرمایشی داره که چی فرمود؟ فرمود استعینوا بالله واصبروا، از خدا کمک بخواید و استقامت کنید. بعد آقا اونجا تذکر میده استقامت که کردن جواب داد. کی؟ ممکنه 20 سال طول بکشه، ممکنه 30 سال طول بکشه. درست شد؟ حالا کلیپ رو گوش کنیم برگردیم. همین مسئله شما میتونید در دوره پیغمبر اکرم هم ببینید. پیغمبر اکرم صلی الله علیه وقتی آمدن شیب ابی طالب به وجود آمد. برید شیب ابی طالب بخونید. پوست درخت می‌خوردن. انقدر شدت، انقدر سختی. خب یا رسول الله قبل تو که ما زار بود وضعیتمون، گرفتار این ابو سفیان اینا بودیم که ما رو شکنجه می‌کردن، بعدش هم که این وضعیت. خب چه کنیم؟ همین مدل پیش رفت و نتیجه داد. اما نتیجه دادن به این معنا نیست که اون چیزی که ما می‌خوایم و به اون در اون زمانی که ما می‌خوایم. بستگی به میزان تلاش شما و ایمان شما به نتیجه خواهید رسید. این که میگم طرح کلی رو باید بگذرونید بعد بیاید یا اخلاق اجتماعی همینه. این آیه رو بیشتر آیه‌ای که از من شنیدید اینه دیگه، درسته؟ ان تنصروا الله ینصرکم. خب ان تنصروا الله ینصرکم به چه دردی می‌خوره؟ ببینید تلاش و جهاد خاطرتون باشه اونایی که اخلاق اجتماعی اومدن قطعا جواب میده. ربطی هم به اسلام و غیر اسلام نداره. مثالی کیو می‌زدم؟ مسیح علی نژاد. گفتیم قطعا اون جواب میده. جواب گرفت تو زندگی جواب گرفت. ولی چه کنیم؟ پس او که جواب میگیره ما هم میگیریم. پس کی موفقه؟ کی غلبه میکنه؟ مؤمن غلبه میکند. چرا؟ یه ینصرکمی اضافه میشه بهش که این نداره. درست شد؟ بستگی به میزان تلاش و ایمان افراد نتیجه زودتر اتفاق خواهد افتاد. آقا در آخرین دیدار موشکیشون به مصاحبه اون خبرنگار چی گفتن؟ گفتن رمز موفقیت اینا چی بود؟ تلاش، ایمان. آقا جفت این کلمه ها رو استفاده کرد. اینم جواب به اونایی که میگن آقا هنوز طرح کلی رو دیگه عمل نمیکنه. اینا ادبیات طرح کلیه. بریم در بحث آقا رسول اکرم. خب تو فصل اول که مربوط به دوران رسول اکرم صلی الله علیه و آله است، خیلی مباحث دقیق‌تر، جدی‌تر باید مورد بررسی قرار بگیره. من خواهشم اینه که انشالله برای جلسات بعد حتما مطالعه صورت بگیره و بعد انشالله تشریف بیارید. چون ما همه متن رو نمیخونیم، کاملا به صورت گزینش شده و نکته‌وار واردش میشیم و بعد تحلیل انشالله. لذا خواهشم اینه که مطالعه بکنید و آماده انشالله سر بحث تشریف بیارید. اولین نکته‌ای که وجود داره اینه که
حضرت آقا میفرمان کار مهم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله دو تا چیز بود: دعوت به حق و حقیقت، دو جهاد در این راه. پس اول اصل دعوت کار پیغمبر بود، اما این دعوت هم یه خصوصیتی داشت. دعوت چجوری بود؟ مجاهدانه، یعنی به صورت کاملا جهادی، یعنی فعالیت کاملا برنامه‌ریزی شده، دقیق و زیاد. خب برای چی؟ کی؟ اون موقعی که حکومت تشکیل دادن؟ نخیر. آقا می‌فرماد هم در اون زمانی که در مکه بودن، هم زمانی که حکومت تشکیل شد. خیلی جالبه. آقا می‌فرماد در محاصره اقتصادی افتاد، تهدیدهای فراوان از همه طرف پیغمبر را احاطه کرد. بعضی از مردم نگران می‌شدن، دوباره مثل همون حرف حضرت موسی، بعضی از مردم نگران می‌شدن، بعضی متزلزل می‌شدن که حالا این نگیم مسئول نفر ما رأی نمیاره ها. بعضی نق می‌زدند، بعضی پیغمبر را به ملایمت و سازش تشویق می‌کردند. حالا با اینم کوتاه‌بیا، اما پیغمبر در این صحنه دعوت و جهاد یک لحظه دچار سستی نشد و با قدرت جامعه اسلامی را پیش برد تا به اوج عزت قدرت رساند و همان نظام و جامعه بود که در سالهای بعد توانست به قدرت اول دنیا تبدیل بشود. دقیقاً همون نکاتی که حکومت جمهوری اسلامی داره انجام میده. اون موقع که انقلاب صورت گرفت خیلی‌ها گفتن خب حالت نداره، تا یه ماه دیگه، تا یه سال دیگه میزنیمش زمین. الان الحمدلله قدرت منطقه است، ان شاء الله بعداً هم قدرت جهان خواهد شد. بعد آقا اینجاش مسئله است، به برکت ایستادگی پیغمبر در میدان‌های یک نبرد، دو دعوت، تو این دوتا ایستادگی کرد. بعضی از بزرگواران تو مسائل خانوادگیش هم ایستادگی نمی‌کنن. الان ما نسل جدیدمون دچار مشکل فنی و جدی است در باب ایستادگی، هیچ کاری رو توش ایستادگی نمی‌کنن. مثال عرض می‌کنم، الان با همسرش یه مشکلی می‌خوره، خب تق به توق چیکار کنیم؟ بریم یه دور حالا طلاق بگیریم، بازی دیگه یه دور بزنیم، یه دوری پارک میرن میان، اینا یه دور بریم طلاق بگیریم بیاد. ایستادگی نمی‌کنه مسئله رو حل و فصل بکنه. جالب اینه سرایت میدن به پدر مادرها، اونها هم ایستادگی نمی‌کنن، لذا مشکلات فراوان. اصلا یاد نگرفته ایستادگی کردن رو. فرزند خودشه دچار مشکله، ایستادگی نمیذاره بکنه، بچه میفته زمین، یه خطایی میکنه، سری میرن کمکش که او حل کنه، وایسا عقب راهنماییش کنه بذار بلند شه. ما ایستادگی رو نمیبینیم. الان تو بعضی اوقات رشته انتخاب میکنه، یه سال این رشته رو میخونه، سال بعد یه رشته دیگه میخونه، سال بعدش یه رشته دیگه میخونه، یه جا وای نمیسته متمرکز تا نتیجه بگیره، یا با یه دست 100 تا هندونه رو برداشته میخواد همه رو انجام بده، تو همه خدمتتون تشکل‌ها ورود کرده میخواد فعالیت انجام بده. قاعدتاً این آدم نتیجه نمیگیره. نتیجه گرفتن ایستادگی میخواد و تمرکز و تمحض. این همون صبر بر طاعت خدای متعاله. صبر خاطرتون باشه عرض کردیم آیه قاضی در موردش چی میگه؟ احسنتون، اسم اعظم الهی است. آیت الله قاضی فرمود صبر اسم اعظم الهی است. اسم اعظم کارش چیه؟ شما اگر داشته باشید اسم اعظم الهی رو، هر کاری که خدای متعال انجام میدهند و اذنش رو به بشر میدهند شما هم میتونید انجام بدید. آیه قاضی میگه اسم اعظم الهی استقامته و صبره. شما صبر داشته باشید، ایستادگی بکنید در مسیر حقتون، قطعاً به نتیجه میرسید. مگه میشه شما به نتیجه نرسید؟ معنی نداره، سنت الهی است. مثل این میمونه که خدای متعال به من بگه از مسیر الف برو، از مسیر الف برم، خیلی خوب، بعد نتیجه رو تو مسیر ب قرار داده باشه. از خدای حکیم برمیاد همچین چیزی؟ عاقلانه اساسا وقتی من میگه بر مسیر احکام شرعیه، احکام شرعی گذاشته برای من، برای همه بذار طرح کلی استفاده کنم. طرح کلی میگه ایمان مال کجاست؟ کجا؟ ایمان در کجاها به کار ما میاد و باید به کار برده شه؟ همه جا. این میفرماد همه جا، در هر زمانی، با هر کسی، در هر شرایطی. اصلا این ایمانه. اگر لحظه یکی از این 4 ملاک آسیب ببینه نمیگن ایمان ناقص، میگن اصلا ایمان نیست. خب این چیزی که ما تو طرح کلی خوندیم، خیلی خب، ایمان وقتی این چنینه یعنی در مسائل سیاسی ایمان باید ملاحظه بشود، یعنی خدا رو باید ببینی. ما اومدیم برای بندگی، نیومدیم همون چیزی که دلمون میخواد بهش برسی. بندگی در همه چیز، در همه چیز. آیه مصباح خدا رحمتش کنه
که این مصاحبهش هم اومد بیرون خیلی خوب میگه ما اگر این کار بکنیم اون کار بکنیم یه جاها کارهایی که مثلا ممکنه خیلی مثلا مقبول هم نباشه که طرف مقابل به نتیجه نرسه اما نتیجه رسیم. آقای مسواک گفت نه ما هم چیز نباید بکنیم، اون چیزی که خدا میگه. حالا من دارم قریب به مزامی میگم. بعد آقای مسواک این جمله رو گفت بعضی از ماها با خدا اختلاف فتوا داریم ظاهرا. خدا نظرش این نیست که شما برید. سوال امیرالمومنین میتونست تخلف بکنه یا نه؟ هر راهی شما از راه تخلف بگید امیرالمومنین علیه السلام بلد بود. نکرد. در مقابل معاویه نکرد. 25 سال هم ثمرش خونه نشینیه. در مقابل اون خلفا نکرد. 25 سال هم خونه نشینیه. من علی مأمور به بندگی ام، نه مأمور به حکومت. حکومت وسیله است برای بندگی که اگر خدا خواست انجام میدم، نخواست انجام نمیدم. لذا فرمود حضرت گفت اون کارهایی که شما انجام میدید من نمیخوام انجام بدم و از اون مسیر برم. لذا دین یه بخش جدیش این بحث استقامت است که پیغمبر اکرم باهاش به نتیجه رسید. خیلی خوب. این نکته اولی که آقا بهش تذکر میدم. لذا اگر بنا شد هدایتی اتفاق بیفته، استقامت در این مسیر یک مسئله کاملا جدی است. خب یه صلوات دیگه نبی بفرمایید. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرج. اما مسئله بعدی که خیلی لطیفه، حضرت خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه با احادیث متواتر و معروف میفرمان که بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. من اصلا مبعوث شدم که چیکار کنم؟ مکرمت‌های اخلاقی، فضیلت‌های روحی بشر رشد بکنه و من مسئول رشد بشر باشم. حالا سوال، آیا کسی در خودش رشد ایجاد نکرده باشد میتواند دیگران رو رشد بدهد؟ قطعا امکان نداره. برای تأثیر کلام داشتن در مسیر دعوت به حق، نه برای نفسا. من میخوام تأثیر در کلام داشته باشم، چیکار باید بکنم؟ قطعا اول باید در صدد اصلاح نفس خودم بر بیام و کسب کمالات انسانی باشم. به قول استاد داوری تا بعثت درونی اتفاق نیفته، بعثت بیرونی و انبعاث مردم اصلا امکان نداره. اصلا امکان نداری هم چیزی. این نکاتی که در خصوصیت حضرات معصومین داریم میگیم، شما در آقا و امام که فعلا دم دست ما هستن شما بررسی کنید. حضرت آقا و امام ببینید چقدر تقیدات دینیشون و شرعیشون در کوچکترین مسائل فرعی چقدر دقیقه. وقتی خودش رو اصلاح میکنه، خدای متعال میفرماد خیلی خوب. این روایت دیگه، وقتی بنده ای رابطه‌شو با خدا اصلاح کنه، خدا رابطه‌شو با مردم مجبورند قلوب از او تبعیت بکنند. قلوب مجبورند تبعیت کنند. آقا تهرانی میگه موقع پیش آقای بهجت بودیم، بعد آقای بهجت فرمود که امام خمینی، حالا آقای بهجت قاطع میفرموده آقای خمینی ولایت دارد بر مردم. ولایت داشتن بر مردم و بر قلوب فقط با اطاعت الهی اتفاق میفته. اصلا یعنی توی نیست که من به دست بیاورم، دست آوردنی نیست، اعطاست در مقابل اطاعت و بندگی. ایشون فرموده بود که آقای خمینی ولایت داره بر مردم، لذا وقتی میگه بیاید تو خیابونا، حتی اونی که آقای خمینی هم قبول نداره میاد تو خیابون. آقا ولایت دارد بر مردم. این ولایت یه چیز اعطایی است. از کجا میاد؟ یه صحبت خیلی مختصر در مورد روز قدس میکنه. هر سال ما داریم میبینیم روز قدس انصافاً پرشورتر از سال قبل. چیز عجیبی نیست. منشأش کجاست؟ بیداری نفس. آدمی که خودش رو اصلاح کرد، مکارم رو در خودش ایجاد کرد، این میتواند در دیگران هم ایجاد کند. در روایت داره که پیغمبر اکرم کان اعقل الناس و اکرمهم، عاقل ترین مردم و با کرامت ترین مردم پیغمبر اکرم بود. خب آقا میفرماد از اولین لحظه بعثت یک جهاد مرکب همه جانبه دشوار را آغاز کرد. یک، جهاد در درون خود. دو، جهاد با مردمی که از حقیقت هیچ ادراکی نداشتن. هیچ. پس اول از
خودمان. این به من نیست جسارتا، اینو من یه ذره طلبیگیش کنم، رتبیه ها، نه که اول رو خودم کار کنم حالا تموم شد شروع کنم کار با مردم، نه، در کنار هم، اما اولویت خودم و زدن رو سر نفس خودم و تربیت نفس خودم. و در این باب روایت متعدد دیگه. علی علیه السلام می‌فرماد که کسی که اراده دارد مربی دیگران باشد فلیبدأ بتعلیم نفسه، اول باید خودش رو تعلیم و تربیت بکنه. بعد می‌فرماد توی روایت دیگری که پیش من اون کسی که خودش رو تربیت میکنه اقرب است و نزدیکتر است به من، حالا قریب به این مضامین، تا نسبت به کسی که مشغول تربیت دیگران است. حالا شما حساب کنید کسی هم خودش رو تربیت کنه هم دیگران، چه اتفاقی میفته؟ عالم تکون میخوره. همین کاری که حضرت امام و حضرت آقا دارن انجام میدن. حالا حساب کنید تو درجه بالاش پیغمبر دیگه، بالاترین درجهش اینه که خود رسول الله دارن این کار رو انجام میدن. لذا من مدلم اینه، اونایی که نمیدونن آشنا بشن. من اگر حرفی از اهل بیت بگم سیره، از تو خونه و خودم شروع میکنم میام تو جامعه، معمولا عرض میکنم 20 سال بعد رو ببینیم و بعدش دوره ظهور رو. این تطبیق همیشه باید اتفاق بیفته که شما بتونید ازش بهره ببرید. خب اینم از این. حالا من میخوام تو خونه بچم رو هدایت بکنم، اینو عرض بکنم بعد سوالتون جواب بدم. بچه‌مو میخوام هدایت بکنم، چیکار بکنم؟ مثال امروزش میدونید چی میگن دیگه، احتمالاً زیاد شنیدید. بچه اونی میشه که هستید، نه اون چیزی که میفرمایید. اینو جدیه، کاملا جدیه و مطابق با موازین دینه و اصلا سنت الهی برای همینه. شما هر چقدر ادبیات بچه ادبیات شما میشود، گفتار بچه، فکر بچه، همه چیز بچه منطبق بر شماست، چه شما بخواید چه نخواید. لذا اول باید اصلاح نفس بکنم، بعد شروع بکنم بله حالا نصیحتم میکنم، توصیهم میکنم، لازم باشه تنبیه میکنم، تشویق میکنم. اونا دیگه ابزاری است که من بتونم اون تربیت رو تکمیل بکنم، اما تربیت اصلی در خود منه. من اگه نفوذ کلام نسبت به فرزند خودم من بخوام داشته باشم، من باید رابطه‌مو با خودم میزون کنم. اما رابطه‌ای که میگم منظور نماز روزه فقط نیستا، یعنی همه جا میدونین چی؟ یعنی اگر همسرم یه حرف کاملا حقی میگه علیه خانواده من، باید بپذیرم. ما ببینیم مؤمنه، آقا یا خانم فرق نمیکنه، خانومه ازدواج کرده، حالا چون جمع خانوماست به شما میگن، فرض بفرمایید همسرتون یه روزی اومد مادر شما یه کار کاملا غلطی انجام داده در جمع، همسر شما به شما میگه این کار غلطه، اخوی شما، خواهر شما کار غلطی انجام داده، شما چون میگی من بپذیرم، این دیگه بر میگیره، دیگه نمیتونم کارش بکنم، زیر بار حق نمیری. خیلی خوب، وقتی زیر بار حق نرفتی چه اتفاقی میفته؟ اون دینداریتون تکمیل نشد. فقط هم به نماز و روزه نیست. عنایت فرمودید اینها اون نکاتی است که من بزرگوارانی که اخلاق اجتماعی گذروندن کلید واژه دارم میدم دیگه، شما خودتون منتقل میشید اونجا دیگه، یه لینک میدم دیگه، برید تو اون جلساتی که اونجا مفصل در مورد حق و پذیرش حق مفصل در فکر کنم جلسه 3 4 عرض کردیم محضرتون. خیلی خوب، این هم یه مثال از خانواده. بیاید بالاتر، ازدواج رو هم گفتم. بیاید تو جامعه، تو دانشگاه یه کسی رو نظرش به جهت نظر سیاسی یا فکری یا اعتقادی مخالف شماست، چیکار بکنه اگه قرار دیندار باشی؟ اگر حق گفت بپذیری. الان فرض من دارم میرم یه خانومی کاملا مکشفه جلو منو بگیره یه نقد واردی به من وارد بکنه، اگر دین دارم باید بپذیرم، نه چون اون مکشف است بگم نه حرفت غلطه بر کنار. العزت لله جمیعا، عزت برای خداه، من جلو خدا سرم رو خم کنم برای خدا بپذیرم، خدا عزت رو من عطا میکنه. نمونه بارزش دیگه خیلی تو چشمه، توی داستان هواپیمای اوکراینی، اینا کاری داشت برای سپاه زیرش بزنه اصلا اعلام نکنه؟ کی مطلع بود اصلا؟ میشد بیان نکنه دیگه، کاری داره مگه؟ چطور شد؟ آیه حاجی زاده اومد بیان کرد، آقای جمله به اینا گفته بود، اینا این میگن بندگی، این میگن حرف ولی رو گوش دادن، اینا میظاهرن مطرح میکنه با حضرت آقا میفرماد النجات فی الصدق، برید بگید. نه حاج آقا بگیم الان داستان همه جا میریزه به هم.
النجات فی الصدق، صدقو بگید. آسیب‌هایی داره، تبعاتی داره، میگه. مثال بعدیش که از این واضح‌تر چیه؟ تو انتخابات کاری داره 49% مشارکت بکنن 52%؟ تو اعلام کاری داره برای نظام حجمه سنگین باید تحمل کنه، زیر 50% تحمل کنه. راستگویی جز مبانی اسلامه، باید بگی. نتیجه چیه؟ ممکنه یه آسیب‌های ظاهری داشته باشد، اما قطعاً ان تنصر الله، نصرت الهی به چیست؟ در مسیر خدا بودن، گناه نکردن. درسته؟ جلسه احساس میکنم یه جای کوب کرده. اگر میخواید دینداری جدی داشته باشید، طرح کلی رو باید مسلط کامل بشید. ببینید، نرم افزار آقا رو مغزتون نصب کنید. نرم افزار آقا تو طرح کلیه و بعدش ان شاءالله کتابای دیگه‌اش، ولی اصل پایه این نرم افزار طرح کلیه. من امسال توی جمع فرهیخته ای الحمدلله، البته ترکیبی بود از همه جمع‌ها، ولی خب اغلب جمع فرهیخته بود، مهندس مکانیک و معلم و چه بودن. طرح کلی 5 درس ایمانش رو 18 جلسه درس دادن. یکیشون من 15 ماه مبارک شروع کردم، جالبه. یکیشون اومد، یکی از همین فرهیختگان اومد گفتش که آقا من 16 ماه رمضان مسلمان شدم. گاهی اوقات اسلامی که ما داریم اسلام حقیقی و دقیق نیست، نیاز به اصلاح داره. اومدیم اصلاح بشیم دیگه، و اینو شما در ادبیات حضرت آقا و امام خواهید دید ان شاء الله. خب اینم یه تذکر برای جامعه، بقیه‌اش هم دیگه ان شاء الله خودتون میدید. بذار ظهورم بگم، حیفم میاد اینو نگم. ظهور شد ان شاء الله، آقا تشریف آورد. خیلی خوب. اگر آقا یه کسی که در مسائل سیاسی، فرض بفرمایید من اصولگرام، یه اصلاح طلب گذاشت بالا سر من، آدم سالمی بود، فقط مسئله سیاسیش با من مسئله داشت، یعنی اختلاف نظر داشتیم، به عنوان مسئول من چقدر تبعیت تمرین کردم تابع باشم از حرف حق؟ اگر تمرین نکنم اونجا زیر بار امر امام معصوم نخواهم رفت. میدونی از کجا شروع شد؟ از تو خونه. تمریناشو الان باید بکنیم تا تو ظهور موفق باشیم. تمریناشو تو اون ایام انتخابات باید بکنیم که تو زمان ظهور موفق باشیم. نمونه تاریخی بگم؟ چشم، نمونه تاریخی میگم. نه اطاعت نه. اطاعت از امام معصوم؟ نه، حرف حق، نه اطاعت. آقا حق داره میگه. مثلا فرض بفرمایید، مثال الان تو ذهنم نمیاد، آقا فرض بفرمایید میگه این صندلی رو الان بذاریم اونجا آسیبای بهتری داره، اثبات هم میکنم، منم ته دلم قبول میکنم، ولی چون اون اصلاح طلبه نمیخوام قبول کنم. این غلطه. یه وقتی مثلا تو زمان جنگ هم داشتیم که یه سری از شهدا حالا از بالا دستیشون، حالا فارغ از مثلا گرایش سیاسیشون، یه جاهایی واقعا این چیزی که گفتن عمل نکردن. شهید معصومه؟ شهید غلط هم رفتار میکنه. خب شاید عمل درست بود. شهید آقا جان، من با آدم نمیسنجم، من عمل رو محک دین میزنم، نه دین رو آدم بزنم. اون شهید محترم قطعا کار غلطی کرده، تعارف نداریم با کسی. ملاک ما در دینداری امام معصوم است ولا غیر. فقط فعل امام معصوم حجت است ولا غیر. شهید ممکن اشتباه بکنه، کما این که الان مثال خواهم زد از شهدای محترمی که عشق قلبی منه که اشتباه 100% انجام داد. میگم بهتون، فعلا اینو تکمیلش کنم. یه نمونه تاریخی، پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله لحظات آخر عمر شریفشون یه جنگی رخ داد. کی گذاشتن فرمانده؟ اسامه. اسامه رو گذاشتن، درسته؟ چند سالش بود؟ تقریبا 19 سال. چرا یه عده نرفتن پای کار که همین ها شدن غاصبین خلافت؟ حرف ولی رو زمین زدن. چرا؟ بابا من خودم شیخ الاسلام و سیف الاسلام و کیکم. برم زیر فرماندهی این جوان. این ادبیات رو تو ذهنتون نگه دارید. بریم یه ادبیات بالاتر قرآنی.
خدا به ابلیس گفت سجده کن بر شیطان. چی گفت؟ خدا من اختلاف نظر دارم با شیطان، با انسان، من بهترم. ببینید ما دینداریمون باید رو قالب دین سوار شه. اگر حق رو دیدیم و فهمیدیم باید بپذیریم. این میشه دینداری. گاهی اوقات انشالله خدا بهتون بچه عطا میکنه، امتحانات سختی خواهید داشت در آینده. یه جایی شما تو اوج عصبانیتید به این تصویر که این بچه شما یه کار غلط بزرگی کرد. وسط این که داری بچه تو دعوا میکنی یه دفعه این یه حرفی میزنه، شما کاملا متوجه میشید که شما دارید خطا میرید. اونجا هنر و دینداری است که همون لحظه کات کنی بگی ببخشید. و بسیار مشکله و سخت‌تر از او زمانی است که با همسرتون دچار نزاعید، وسط حرفا میفهمی اشتباه کردی. اینجاها باید موفق بشید و تمرین دینداری بکنید. تمرین ما باید بکنیم. خیلی کار داریم، کارهای جدی داریم روی این نفس. این نفس اگر درست شد میپذیره. حضرت آقا طبق مشورتی که دادن نسبت به فرزندآوری چی فرمودن؟ در سال 70 همراهی کردن؟ نه دیگه، درسته؟ سالها گذشت، آقا فهمید که این حرف حقی نبود. مؤمن یعنی این میاد صاف وای میسته میگه استغفار میکنه، اشتباه رفت. این یعنی آماده ظهور بودن. فرق آقا و من اینه. آقا نمیگه الان برام بد میشه، این مسیر باید برگرده. لازمش بله یه سری خطا هست در سطح رهبری، اگرم خطا هست لازم به بیان نیست، اما یه سطحی از خطاست که اگر بیان نشود مسیر عوض نمیشود. مثل فرزندآوری، آقا بیان کرد. دقیقاً اینه موشکی. ببینید میخوام بگم سالهای مختلف رو میبینید آقا داره یه مدل رفتار میکنه. چجوری؟ خودش رو تطبیق میده با دین، نه دین رو با خودش. ما اینا رو داریم میخونیم که این اتفاق برای ما بیفته. اما یه دونه از شهدای عزیز بگم، شهید یا حتی عالم رفتارش حجت، فقط امام معصوم است رفتارش حجته. عالم چیش حجته؟ فتواش حجته، بله. فرمایشش حجته بر اساس موازین. رفتارش نه، ممکنه یه جایی یه اشتباهی هم انجام بده، حجیت نداره. درست شد؟ اگر حکم کرد فتوا داد چیه؟ حجت ها، یعنی حجت یعنی باید عمل کنم، حجت یعنی باید عمل کنم. اما یه رفتاری داره میکنه ربطی به حکم و دستور و اینا نداره، یه رفتار شخصیه، نه حجت نیست. مثال عرض بکنم، یه خاطرات یکی از شهداست که من در شهدای دفاع مقدس هیچ کسی رو بیشتر از ایشون دوست ندارم. الان اخوین، یعنی بیش اخوین بگم و از تعداد کتابایی که من مطالعه کردم دفعه پیدا میکنه آدم، احتمالاً البته. این شهید عزیز از روی تواضع دارن بار پیاده میکنن، میره کنار اون افراد و شروع میکنه بار رو خالی کردن. اونا هم نمیشناسن این فرمانده لشکر یا تیپه. میگه که عجب فرمانده بی خودی دارید، نشسته خودش استراحت میکنه، یا اینکه مثلا شما رو به زحمت انداخته شما پیاده میکنید، خودش کجاست پس؟ متوجه اید؟ اینکه دروغ فرموده یا نه اون بماند. اینکه این فعل اونا که نمیدونن این چیه، در واقع داره تو این جمع در نگاه همه افراد چی فعل حرامی اتفاق میفته؟ غیبت یک فرمانده. این امر رو بهش میگن اشاعه فحشا. مزاح نه مزاح اصلا فضای مزاح شاید و باید ولش کنیم. من دارم تطبیق میدم واسه کار غلط. من میخوام اینو بفهمید. اگر توی کتابی خواندید فلان شهید فلان کار رو میکرده، این دستورالعمل دینی نیست. تبعیت از این معلوم نیست نتیجه بده یا نده. یکی از کارهای اشتباهی که بعضی از شهدا انجام میدادن، اونایی که اخلاق اجتماعی خوندید از شما میپرسن، به من جواب بدید. اگر اینا جسارت میکنن، من چندین بار دارم میگم، من امروز 3 یا 4 بار تکرار کردم عین مباحث اخلاق اجتماعی. من خواهشم اینه که بزرگوارانی که اخلاق اجتماعی و طرح کلی تشریف نبردن ان شاءالله جلسات بعد تشریف نیارن، چون وقت بقیه عزیزان خدای نکرده حق الناس میشه و گرفته میشه. این نکته اینم باز تکرار کردم، شما جواب بدید. اگر نفسی خطا کرد، من باید 4 تا کار بکنم: محاسبه، ببخشید، مشارطه،
مراقبه، محاسبه، مؤاخذه. مؤاخذه غلط از بعضی از شهدا سر میزده. چی بوده؟ خاطرتون هست؟ یا اینکه جمع همه نبودن؟ اینکه فرد مثلا 3 روز روزه بگیرن، این تنبیه نفس غلطه. چرا غلطه؟ یا نه دیگه مفصل من اینا حرف زدم، مفصل حرف زدم. حالا امیدوارم اونایی که مشارطه، مراقبه، محاسبه، مؤاخذه، این 4 تا کار اتفاق میفته. شما ترم قبل با من داشتید؟ ترم قبل نگفتم، 2 ترم قبل تر گفتم. نه ترم پیش نگفتم. ترم پیش این 4 تا رو نگفتم، 2 ترم پیشتر گفتم. پس احتمال شما نشنیدید. من عرض کردم تنبیه نفس صحیح اسلامیش چیه؟ همون کاری که قرار بود انجام بدی تکرار کنی. تنبیه به روزه، تنبیه به صلوات، تنبیه به این که یه کار سختی انجام بدم، اینها کاملا تنبیه غلطی است که کمترین ضررش تقویت نفسه. مفصل توضیح دادم. درست؟ خب حالا شهدا چقدر از این کارا میکردن؟ بلا ماشاءالله. اون بنده خدا به این رسیده بوده که این درسته، عمل کرده، اجرش هم برده. ولی این مسیری نیست که در مورد امضاء دین باشد. اتفاقا آفت داره، آفتهای نفسانی داره. چرا؟ چون طرفی که روزه میگیره میگه ته دلش میگه خب پس ناخودآگاه ها الحمدلله من یه غلطی که کردم پس میشود جبرانش هم کرد دیگه، حالا یه بار دیگه هم انجام میدیم. راهکار پیدا کردن. 2 تقویت نفس، ما الحمدلله هیچ طلبی نداریم، ما همه رو جبران کردیم. اینا آفت‌هایی است که گاهی اوقات در خروج از اون مبانی دینی اتفاق میفته، ولو شهید عزیز و یا علما عرض کردن، عالم هم باشد، مرجع تقلید هم باشد، فرقی نمیکنه. ما تطبیق میدیم. اگر کلام و رفتار این عالم و شهید عزیز بر دین تطبیق دارد، روی چشم ما. اگر تطبیق ندارد میذاریمش کنار. برای او جواب داده، ولی من اگر بخوام تبعیت کنم چرا باید جواب بگیرم؟ بعضی اوقات هم عرض کردم آسیب‌های نفسانی دارد که توضیحاتشو انصافا من خیلی مفصل در جلسات دروس قبلی بیان کردم. خیلی جسارتاً سیره سیاسی داریم میگیم، ما سوالاتون رفته تو اخلاق اجتماعی. طلب اخلاق اجتماعی رو تو اخلاق اجتماعی انشالله، چون بحث میره تو حاشیه. من جمع‌بندی کنم عرایزم رو. پس پیغمبر اکرم وقتی وارد مباحث شدیم، ایشون 2 تا کار کردن. چی؟ دعوت به حق و حقیقت. 2 این دعوت به شکل جهادی. حالا میخواد این کار رو انجام بده. آقا اولین کاری که باید بکنه چیه؟ اول خودش را اصلاح بکند و در مسیر کمال قرار بده، به تعبیر آقا جهاد در درون و بعد انشالله جهاد در بین مردم. من این رو هم بگم. چقدر زمان داریم؟ خب زمان داریم. این صلواتی ند بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوب، اینو عبور میکنم. سختی هایی که در دوران مکه برای همان عده قلیل مؤمنین که روز به روز هم بیشتر میشدن پیش آمده، برای من و شما قابل تصور نیست. در بین این سنگ های خارا و غیر قابل نفوذ این نهال های سرسبز بیرون آمد و ان الشجره البریه اسلب و عودن و اقوا و قودن، که اینا سخت بود. 13 سال و بعد بر اساس این پایه‌های مستحکم آروم آروم جامعه اسلامی شکل گرفت، جامعه مدنی و نبوی. بعد اومد جلو، 10 سال هم امت سازی طول کشید و به نتیجه رسید. من بحثو جمع کنم چون بحث بعدیم وارد یه موضوع دیگری میشه دیگه، الان نمیتونم جمعش کنم. اینو بگم و جمع کنم بحث خودمو. تربیت نفوس ابتدای هر تغییر کمالیه. اینو بدانید. هر جایی میخواید تغییر ایجاد بکنید شما باید از تربیت نفوس شروع بکنید. راهی جز این نیست که اهل بیت اینجا متمرکز میشدند.
اومد پیش پیغمبر اکرم فرمود آقا فلان جایی که منو فرستادی کلامم هیچ تأثیری نکرد. حضرت فرمود چی؟ علیکم بالاحداث، برو پیش جووناشون، اونا دلای پاکی دارن میپذیرن. پس اول تغییر نفوس. حالا سوال، پیغمبر چجوری ورود کرد؟ اونایی که تحریک کلی خوندید نفر به نفر رفت جلو؟ نخیر. تسریع در امر تربیت نفوس مخصوصا با توجه به زمان کمی که ما در این دنیا داریم فقط با یک چیز امکان دارد و اون محیط سازی و تشکیل حکومت. محیط باید فراهم بشود که هر کسی در این محیط قرار میگیرد اصلاح بشود. تشکیل حکومت اسلامی و بعد انشاءالله مباحث تمدن اسلامی چشه زمینه است که هر کسی خودش را در این بحر و دریا قرار میدهد تطهیر میشود و رشد میکنه. درست شد؟ مفصل این حرف رو شما انشاءالله در تحریک کلی گذروندید. حضرت رسول هم به همین سبک عمل کرد. هر مجموعه تربیتی هم بنا دارد تربیت بکند باید اینطور پیش بره. و اول تمام مجموعه ها کجاست؟ خانواده. لذا شما در دعوت پیغمبر قرآن چی میگه؟ انذر عشیرتک الاقربین، با خانواده شروع کن و بعد آروم آروم تربیت و اون تغییر رو رشد بده. کار داریم، کار زیاد داریم که بر اسلام مسلط بشویم. من خواهشم اینه، اول به خودم میگم واقعا دینداریمون بر اساس قرآن و روایات باشد و سیره اهل بیت علیهم السلام. راست و حسینیش سخته بدون هیچ تعارفی. راست و حسینیش سخته. چرا؟ چون یه دفعه میبینیم مثلا چندین سال من خطا بوده، اصلا من باید برگردم. آدمی که دنبال حقه برمیگرده. خوشا با حالمون که داریم اینو در جوانی دریافت میکنیم. شما در جوانی دریافت میکنید که تو سنین اوج جوانی دارید اسلام حقیقی و ناب رو از حضرت آقا دریافت میکنید و اون وقت میتونید خودتون رو بر اساس این تطبیق کنید. بعضی از آدما شما میرید مثلا، حالا ما میریم جای تبلیغ، میبینی که حرف حق رو میزنی، بر اساس آیات و روایات هم میزنی. این آدم رسیده به 70 سال 60 سال سن و ریششو به گمان خودش در راه اسلام سفید کرده. نگاه میکنه اگر بپذیر این حرفو، نگاه به پشتش بکنه، میبینه 60 سال رو حواس. چیکار باید بکنه؟ ناچار میکنه کتمان بکنه و اصلا حق رو نپذیره. میگه اصلا هم چیزی ما در اسلام نداریم. اصلا زیرا به اصل مسئله رو میزنه. من این پیش آمده برام ها. اینایی که دارم میگم سخت، خیلی سختشه طرف بپذیره. ناچاره حرف حق رو بزنه. ما خودمون مسلط بشیم، آروم آروم رواج بدیم. این یک نکته بعدی. تو تربیت حتما باید نمیدونم رشته تربیت دارید اینجا یا نه، ولی حالا رشته ما فقه تربیت بود. تو تربیت یکی از اصول تربیت چیه؟ تدریج. تدریج یکی از اصول تربیته. خیلی جدی است. خیلی جدی است. ذهن آدم، خود این ذهن آدم باید تربیت بشود. خواهشاً ذهنتون رو هم میخواید تربیت کنید، با ضابطه تدریج پیش ببرید. یه دفعه مطلب نریزید توش، به هم میریزه که هیچ، اینا رو در هم فرو میبره و بعد اصطلاحاً میگن دین به قول شهید مطهری التقاطی تحویل میده. من داشتم شاگرد در یه جایی، موضوع اصول فقه بود، تو طلبگی بود، با من یه درس میخوند، با یه استاد دیگه یه درس میخوند، خودش یه چیز دیگه خونده بود، حرف میزد، آدم تیزهوشی بود ولی حرفاش کاملا التقاطی و کاملا در هم. اینجور آدما اولا ذهن بسیار بی‌نظمی دارن، ثانیاً دینداری بسیار بی ربطی دارن، ثالثاً در خانواده موذی و اذیت کننده دیگرانند در دینداری. چرا؟ یه چیزی رو میگه در دینداری مراعات بکنید که نه خدا گفته نه پیغمبر خدا، شخص ایشون نازل کرده این دین رو. لذا میبینید بعضی اوقات بعضی دینداری ها اصطلاحاً بهش میگن خشک مقدسی، دینداری حقیقی نیست و هی بیشتر آدما رو دور میکنه از دین به جای اینکه جذب بکنه. خدا انشالله به همه ما
بالاخص حقیر سر تا با تقصیر عمل با آنچه که گفتیم و شنیدیم عطا بکند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.